سلام و هزار سلام به همیاران عزیز و بامرام. خلاصه کلام، به ما ابلاغ کردن که تو روزای گلریزان موشکافی نباید تعطیل شه. گفتیم آخه ما چطور وقتی همیاران نازنین رو بگیریم؟ گفتن خود همیاران و همراهان اینو خواستن. راستش از شما چه بنون موشکاف مونده بود چیکار کنه؟ چون با این شلیکایی که شما به سرندر پای نظام کردین دیگه سایر موضوعات موضوعیتی برای موشکافی نداره. خبر یک همین گلریزانه. با این حال موشکاف تصمیم گرفت چند دقیقه مزاحم بشه و به شکل جانبی نگاهی به حال روز باندای نظام ولایت اونم تو دوره پسا زهرخوری بندازه که این روزا تومنی 3 شایی با دوره قبل از زهرخوری فرق میکنه. الان دیگه کار از بوکس و این حرفا گذشته. الان وضعیت باند کوسه و باند علیگدا مثل 2 هفتیرکش میمونه که فیس تو فیس همدیگه وایستادن و همچی دست به تفنگ تا تق به توقی بخوره ماشه رو بچکونن و به بنگ بنگ بنگ. بهتر است ریاست محترم جمهور قبل از آنکه دلواپسان ماشه لغو توافق را بچکانند ماشه رفراندوم هسته‌ای را بچکاند. بفرمایید. پس این فقط موشکاف نیست که میگه دوئله، خودشونم دنبال ماشه چکوندن و این حرفان. حالا برای اینکه این وضعیت جنگی روشن‌تر بشه میریم سراغ تازه ترین شلیکای شیخ فری به سر و صورت علی گدا. به هر حال در یک مسابقه بازی و فوتبال هم وقتی ما میگیم برنده شدیم یا موفق شدیم معنیش اینه که ما 3 گل زدیم 2 گلم خوردیم. گلم خوردیم؟ اون 2 گلی که خوردیم کدوم گلا بوده؟ راستی به کجای دروازتون خورده؟ بعدم مطمئنی 2 بوده؟ البته شیخ فری جواب هیچ کدوم این سوالا رو نمیده. این مارمولک عمامه دار میخواد با این حرفا جواب باند علیگدا رو بده و بهشون بگه الکی فیگور دلواپس نگیرید، برید خدا رو شکر کنید که همین پوسته هسته‌ای رو واسمون گذاشتن وگرنه حسابمون با کرام الکاتبین بود. اونایی که دنبال صادرات هستند باید فضا رو بهتر ببینن، اونایی که دنبال تولید هستند باید فضا رو بهتر ببینن، اونایی که دنبال فعالیت سیاسی و فرهنگی هستند باید فضا رو بهتر ببینن، اونهایی که میخوان رابطه بهتری در منطقه داشته باشیم با مسلمان ها داشته باشیم باید فضا رو بهتر ببینن، حتی اونایی که احساس میکنن ما باید نیرومندتر و قدرتمندتر حتی در بخش نظامی و دفاعی باشیم اونا هم باید فضا رو بهتر ببینن. به ضرر هیچ کس هم از همسایگانمون، از کشورهای مسلمان، از کشورهای منطقه و دیگران این توافق هسته‌ای ما به ضرر اونها نخواهد بود. اصل مطلب همین بود که گفت، یعنی اینجا همون جاییه که شیخ فری به عنوان ساقی زهر وارد میشه و باقی جام زهرها رو تقدیم علی گدا میکنه. بهش میگه زهر اتمی رو زدی، حالا نوبت زهر بین المللی و فرهنگی و منطقه‌ای. یعنی اینجا همونجاست که شیخ فری هفتیرشو میکشه تا با 3 گوله زهرآلود کار علی گدا رو بسازه. از اون طرف ورق‌پاره‌های باند کوسه هم گوش بزنگن تا فرصت رو شکار کنن و برن واسه بازارگرمی. حتی خارج از حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی در حوزه‌هایی مثل اجتماعی، فرهنگی و غیره رد پای توافق هسته‌ای دیده می‌شود. این موضوع خود نشان از اهمیت فوق‌العاده و ویژه توافق هسته‌ای ایران دارد. با این حال باید پذیرفت که در کشور رویدادهای دیگری در حال وقوع است که نباید زیر سایه توجه رسانه‌ها و مردم به اخبار توافق نادیده بماند. حالا بشنوید از اون طرف خط دوئل، یعنی علی گدا که دست شیخ فری رو خونده و سراپا گوشه که یه وقت تیر کوسه و شیخ فری به نقاط حساس جسم ناقصش نخوره. واسه خاطر همینم هست که از مرگ دجال خشابشو پر کرده و کیو کیو بنگ بنگ رو شروع کرد. الانم هر جا پاش بیفته ماشه رو میچیکونه و
حساب جام زهریا رو صاف میکنه. این توافق ادعی رو بر اون داشته بود که گذشته های دشمنان رو از یاد ببرند و هویت استکباری دشمنان قسم خورده دین خدا و اسلام را بخوان توجیه کنند و چهره کریه اینها را بزک بکنند. ولی مقام معظم رهبری با صراحت و شفافیت اعلان فرمودند ما با امریکا 180 درجه فاصله دیدگاه داریم. منظورش اینه که بابا بسه، همین یه جرعه‌ای هم که از زهر اتمی خوردیم بابای علیگدا رو در ورده، چه برسه بخواد باقی جام زهرا هم بره بالا. شریعت نداری هم به شیوه گازنبری از یه طرف دیگه دم کوسه رو گرفته که مبادا کار دست علیگدا بده. حالا باید از برادران عزیزمان در تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرسید مگر قرار نبود از دسترسی حریف به مراکز نظامی و توان تسلیحاتی کشورمان جلوگیری شود؟ پس چرا علاوه بر دسترسی به دشمنان تابلودار ایران اسلامی اجازه دستاندازی نیز داده شده است؟ اول گفتن بازرسی نیست و دسترسی، حالا این میگه دسترسی نیست و دستاندازیه. لابد یه ذره دیگه که بگذره از دستاندازی میره تو کار دست درازی، بعدم از دست میگذره میرسه به پا در هوا کردن و عظما. همینه دیگه، جنگ بین عمامه ولایت و تاج اکبر شاهیه. کوسه میخواد بعد از زهر اول هژمونی عظما رو بخوابه. علیگدا میخواد همین که دوران پسا مذاکرات شروع شد ماشین نظام رو سر و ته کنه و جماعت کوسه رو قیچیکاری کنه. اما بدبخت ها حواسشون نیست که طرف اصلی این دوئل این ور خطه. وقتی ملت ماشه رو بچکونن نه عمامه بلایی باقی میمونه و نه تاج اکبر شاهی. بله. Chicago.